12 نوامبر در تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی فستیوال بینالمللی تحت عنوان رقص ما را متحد می‌کند نمایندگان صنعت رقص 5 کشور تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه و مالدو را به هم آورد. در فستیوال انسامبل‌های رقصی این دولت‌ها و نمایندگان رسمی مقامات داخلدار شرکت داشتند. فستیوال با اجرای نقاره بزم از جانب انسامبل رقصی زیبا آغاز گردید. بعد انجام قسمت رسمی، دسته‌های رقصی گلریز، جهان‌آرا، نوای بدخشان، بزم‌آرا، پرستو، چمن، لاله و دسته‌های رقصی سغد و ختلان از تاجیکستان نوع‌های گوناگون رقص ملی از جمله زرافشانی، رقص طبق، رپ و رقص با قاشق را اجرا کردند. اینچنین دسته‌های رقصی بهار ازبکستان، سلطنت از قزاقستان، بریوسکا از روسیه، فلویرش از مالدو و رقص‌های ملی خود را نمایش دادند. همه ساله در کشور چورابینی‌های گوناگون فرهنگی برگزار می‌گردند و در ژانر رقص این بار دوم است که در تاجیکستان همین گونه فستیوال بین‌المللی رقص برگزار می‌گردد که این برای تبادل تجربه گروه‌ها، خب همکاری بین گروه‌های هنری، گروه‌های رقصی کشورها بسیار مهم است و همچنین برای معرفی رقص ملی تاجیکی اهمیت زیاد دارد. فستیوال با اجرای رقص از جانب انسامبل زیبا زیر آهنگ ای صنم جنبست گردید.